سلام، من مهشیدم. میخوام ببرمتون به یه ایونت یوگا پیلاتس توی تهران که توی لوکیشن های مختلف برگزار میشه. اول براتون عکساشو گذاشتم که فضای خوشگلشون رو ببینین و بعداً فیلم‌ها و توضیحات تا آخر ویدیو با من همراه باشین. خوراکی و آیتم‌های رژیمی و جذاب و خوشمزه گذاشته بودن. اینم میزیه که چیده بودن که بعد از اینکه حرکاتمون رو انجام دادیم، عکس و فیلمامون رو گرفتیم، رفتیم سراغ میز و یه ذره میان وعده و غذا خوردیم. توی بگی که بهمون دادن یه دونه کره بادام زمینی بود و این کارتی که بهمون دادن و یه دونه نوشیدنی که همون آب بود، آب نعنا و لیمو و اینا. روی متامون یه کارت بود که اسممون رو نوشته بودن که بتونیم متمون رو پیدا کنیم و سر جامون بشینیم. یه اسکارف دادن که به خاطر اینکه برای حجاب گیر ندن اون اسکارفا رو میزدیم. اینم که میز خوشمزه شونه که سالاد مرغ و رایس کیک و نوشیدنی کافی و اسموتی توت فرنگی گذاشته بودن و خیلی خوشمزه بود. اونی هم که نوشیدنیمو دادم بهش دوستی بود که اونجا پیدا کردم. بهتون پیشنهاد میکنم که اگر میخواین دوست جدید پیدا کنین یا دنبال ارتباطات جدید هستین، اینجور جاها رو تنهایی برین که خیلی هم بهتون خوش میگذره، هم یه تجربه خاص و متفاوته. از دوستم خواستم که از دوست جدیدم در واقع خواستم که ازم عکس بگیره برای پیجم و بریم که فضاشون رو ببینیم. این لوکیشن یه لوکیشن دیگه شون بوده. ویدیویی که بعد از این براتون میذارم همون لوکیشنیه که من رفته بودم. هزینه این ایونت 2300 بود با تنقلاتی که داشت، یه دونه حوله یه بار مصرف و همین چیزایی که میبینید. مت و توپ و اینا رو بهمون ندادن، یعنی اون رو اصلا کلا برای خود ایونت بوده. هزینهش یه مقدار زیاد بود ولی به عنوان یه تجربه خاص و جدید و ارتباط با دیگران خیلی تجربه خوبی بود. اینم از یه ولاگ ایونت یوگا پیلاتس. دوستتون دارم. لایک و کامنت یادتون نره.